بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، الکی امروز 8 مارس برای آنهایی که از 18 فوریه روزه را شروع کردن، شب اولی دهه آخر رمضان است و برای آنهایی که از 19 فوریه روزه را شروع کردن، انشاءالله فردا شب اولی دهه آخر رمضان است. و من هم خواستم درباره این دهه آخر و فضیلت‌های آن و کارهایی که باید و حتما انجام دهیم و کارهایی که بیاید با هم ترک کنیم یک صحبت کوتاه همراه شما داشته باشم. اگرچه قدر حالم مساعد نیست، کمی سرماخورده هستم، ولی از بابی و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو پند بده، نصیحت کن. البته که مؤمنان از نصیحت پند میگیرند، از آن استفاده میبرند. خواستم همراهتان چند دقایق را با این صحبت ها سپری کنم. و سبحان الله، همین دیروز بود از آمدی رمضان و آمادگی به رمضان با هم صحبت داشتیم و یک باره چگونه این 20 روز شخصا برای من هم گذشت و باوری دارم برای دیگرها هم گذشت نفهمیدیم. و همین گونه برکت عمر و رفتن دنیا از سر ما با این تیزی، با این سرعتی بالا برای یک و یک ما اثبات شده ایستاده است. و میخوام یک نکته را از زندگی خصوصی هم برای شما اینجا گفته گذارم. سال گذشته در همین وقتها با برادرم اکم که فرزندی پدر و مادرم هست، یعنی برادر زاده خودم هست، پس از نمازهای تراویح صحبت داشتیم. از نماز تراویح می برآمد، به من زنگ می زد، از احوالم می پرسید، من هم می پرسیدم و گمان هم نمی کردم که این رمضان او نیست. و تا این رمضان دیگر قضا و قدر بود، عمر مقدر کرده الله بود که از دنیا رفت و این رمضان در بین ما نیست. و سال گذشته وقتی پس از نمازهای تراویح یا بعضی از احکام ها همراهش صحبت می کردم، از گوشه خاطرم هم نمی گذشت که یک بار با صدمه دچار می شود و در 45 سالگی از دنیا می رود. از گوشه خاطرم هم نمی گذشت و الله می داند عمر برای ما معما هست تا سال آینده که از بین ما می ماند که نمی ماند. و نه اینکه با یک نیتی بدی باشد یا گفتیم گمانی بد داشته باشیم به تقدیر، به قضا و قدر، با اینکه مرگ حق است و هر لحظه از ما نپرسیده ما رو آمده با خود میبرد، باید هر لحظه به این چیز آماده باشیم، برای دیگران نه برای خود، که شاید امروز من آخرین روز با صحبت و با راز و نیاز با پروردگارم باشد. شاید امشب من آخرین شب‌های رمضان در حیاتم باشد و هر کسی که با همین انگیزه یا گفتیم با همین احساس شب و روز و ساعت‌های خود را سپری می‌کند، علل خصوص در این دهه آخر، یقین بداند که او بهترین عبادت‌ها را انجام می‌دهد. شاید پروردگار و آخرین سجده من برای تو باشد. شاید پس از این من دیگر نتوانم به تو عبادت کنم. شاید بیماری، مشکلی، مرگ، چیزی دیگری آید. یعنی نباید اینقدر گویا که همیشه امروز که فراغ دستیم، سلامتیمون خوب است، در امن و امان هستیم، نباید همیشه با این فکر زندگی کنیم. شاید آخرین لحظه ها باشد. چیزی دیگر، در دهه آخر رمضان حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادتی که انجام میدادند حتی به همسران خود نزدیکی نمیکردند، تمام اهل بیت خود را بیدار میکردند، از حضرت فاطمه شروع کرده تا زنهایشان، و تمام شب را زنده داری میکردند. یعنی شبهای آخر رمضان، دهه آخر را تقریبا پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب نمیکردند. در نمازها، در سجده طولانی، در رکوع طولانی، در دعا، در قرآن خواندن، با عبادت تمام شب را سپری میکردند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم الگوی هر یک ما و شما هست. البته اینجا سوال می شود که آخر ما زندگی داریم، ما کودک معده داریم، زنها، مردها، ما فردا کار داریم، زندگی چی می شود؟ مگر پیامبر کار نداشتند؟
مگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم رضوان الله علیهم اجمعین کار و بار نداشتند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان خود خلیفه امت بودند، به قول امروز رئیس جمهور بودند. این همه مسئولیت بر گردن داشتند، ولی از عبادت شبهای دهه اخیر یگان بار هم در حیات خود غافل نبودند. و وقتی میگویم شاید من پگاه کار دارم، من باید بر وقت بیدار شوم، نباید تمام شب من بیدار خوابی کنم که فردا به پایم نمی ایستم، بیاید به خود سوال می دهیم. از من مسلمه شروع کرده یکایک شما این همه سال، این همه رمضانی که گذشت، ما فردا کار دارم گفتیم، شبها را همان گونه که باید عبادت کنیم عبادت نکردیم. چی تغییر یافت؟ کجا را تغییر داده توانستیم؟ آیا با همین 10 روز آخر رمضان که ما شبهایش را با خواب و غفلت گذرانیدیم، با بهانه اینکه فردا باید بر وقت بیدار شوم، فردا باید از پی زندگیم شوم، از پی کودکام شوم، آیا چیز تغییر یافت؟ اینجا کی بای داد یا گفتیم که خسران شد؟ البته ما این همه سالی که ما شبها را با خواب و غفلت گذرانیدیم به دست چیزی نآوردیم. برعکس هر کسی که این دهه آخر را به خاطر الله شب زنده داری میکند و میگوید خدایا این همه سال 350 روز در سال تقریبا من در پی دنیا بودم، در خواب بودم، از پی تلفن و تماشا کردن فوتبال و تماشا کردن اخبار و تماشا کردن و صحبت کردن با این و با آن بودم. بیا من این 10 روز را با تو خلوت میکنم، این شبها را فقط با عبادت میگذرانم. به الله قسم، آن وعده الله که این شبها از 84 یا از 83 سال عبادت بهتر است، آن عبادت را دریافت میکنیم. شاید برکت تمام سال ما باشد. تاجری که میگوید من همین 10 روز از پی تجارت نیستم، بگذار هرچی شود از کساد و از چیز دیگر من از پی عبادت هستم، شبها را عبادت میکنم، روزها ساعتهای کارم را کم میکنم. هر موظف یا هر کارگر دولت باشد یا هر زنی که تمام روز از پی تازه‌کاری و پیشواز مهمان و معرکه باشد، میگوید نه من از بحر همه دنیا برآمدم، من شبها را با عبادت میگذرانم، روزانه هم با قدر توان فقط از پی دنیا هستم، من ترک دنیا میکنم. یقین بداند برکتی تمام سال را انشاءالله دریافت میکند. و سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی گفتم، با آن همه مشغولی عبادت این شبها را اصلا ترک نمی کردن و همسران خود را ام سلمه رضی الله عنها در حدیث ترمذی است میگویند هر کسی که طاقتش را داشت از اهل بیت خود بیدار میکردند، همه را بیدار میکردند که این شبها شبهای خواب نیست، این شبها شبهای زنده‌داری است. اما زنده‌داری به فکر فرو رفتن و از اینجا و از آنجا صحبت کردن نیست. زنده‌داری با پروردگار یگانه، زنده‌داری و راز و نیاز کردن با الله که صاحب زمین و آسمان هاست. با یک کن فیکون او میتواند تمام مشکلی های ما را حل کند. با یک کن فیکون او میتواند تمام قانون های زمین را چپگردان کند. شبهای زنده‌داری با پروردگار است. و عجیبش این است که در همین 10 شب، در 10 شب آخر چه پیامبر چه همسران پیامبر خانه را ترک میکردند، در مسجد در اعتکاف میگذرانیدند. و ابن قیم جوزی درباره اعتکاف میگویند میدانی اعتکاف چی هست؟ وقوف، یعنی کاملا در عبادت بودن و همه چیز را ترک کردن و قلبت را به الله پیوست کردن و ترک دنیا کردن و خلوتی اساسی را با پروردگار پیدا کردن. تو میگوی من با دنیا کار ندارم، من با اهل دنیا کار ندارم، این 10 روز من با تو هستم، این 10 روز من میخواهم راز نیازم را به تو برم، این 10 روز من میخواهم تو را حمد و ثنا گویم، این 10 روز من میخواهم در سجده و در رکوع تو را پرستش کنم. که این همه سال یا این همه روزهای سال به جز این روزها من از پی خواب و از پی دنیا و از پی دوادوی و از پی مردمت بودم. نه، الان من فقط از پی رضاگی تو هستم. اعتکاف یک حکمت عجیب
عجیبی دارد یا به گفت ما فلسفه بزرگی دارد که در اعتکاف شما همه را ترک میکنید، خلوت با پروردگار، همسر و فرزند و جا و خانه. اما آنهایی که شرایط اعتکاف نشستن ندارند بیاید در خانه های خود. من نمیگویم اعتکاف در خانه جایز است، نه، اعتکاف به معنای معنوی یعنی بیاید ترک کنید تلفن خود را. اینقدر فکر کردن درباره خانه و چیز چاره خانه، اینقدر فکر کردن درباره توی فرزند و آینده فرزند، اینقدر فکر کردن درباره گذشته ها. نه، بگوید سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، خدایا من چه خطاگی های کرده بودم که تو از من هم آگاهتر هستی و تو با پشیمانی پیش تو می آیم. و دعای شبهای قدر رو اگر ببینید، یگان دعای با همین شکل که پشیمان هستم و من به تو توبه میکنم شاید نباشد. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. خدایا تو عفو هستی، بخشنده هستی، کریم هستی، تو بخشندگی را دوست می‌داری، مرا ببخش، من خطا کردم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه این دعا را یاد می‌دهند که تو خطاگی های خود را به گردن گیر، فقط با دهان اللهم انک عفو تحب العفو نه، فقط با دهان، با قلب، با عقل، با تمام هستی به نزد الله آمدن که خدایا تو از خطاگی های من با خبری، اما تو بخشنده هستی، باز بخشندگی را دوست می‌داری، بیا از خطاگی های من درگذر. وقتی که این 10 روز را ما با عبادت می‌گذرانیم، در سجده به الله توبه میکنیم و میگویم خدایا مرا ببخش، بدانید که با هر یک طلب بخشش کردن به الله یگانه باید خطاگی های خود را به پیش نظر آریم. گناه هایی که آشکار بود یا پنهان بود، گناه هایی که دیده و دانسته کردیم یا گناه هایی که بعد از کردن فهمیدیم که گناه است، وقتی این 10 روز فقط از الله بخشش آن گناه را طلب میکنیم، آن هم در سجده، پس از رمضان دیگر به آن گناه ها خجالت میشویم برگردیم. هر باره که میخواهیم به گناه برگردیم، آن نفس مطمئنه ما، آن احساس ربانی که خداوند در قلب ما جای میکند به ما خبر میدهد که مگر تو توبه نکرده بودی؟ مگر تو از این گناه به نزد پروردگار پشیمانی خود را اظهار نکرده بودی؟ به خدای شبهای قدر را به یاد آور، تو از این گناه توبه کرده بودی، بر نگرد. و میبینید که پس از رمضان چگونه از گناه ها پاک و بی آلایش انشاءالله بیرون میشوید. چیزی دیگر عزیزان، اگر امشب شب اولی دهه آخر باشد، یا چه خیلی گفتم برای آنهایی که 19 هم شروع کردن، فردا، این حکمت الله هست که شبهای قدر را در این دهه آخر پنهان کرد تا که ما تمام دهه آخر را با عبادت سپری کنیم. شاید فردا شب قدر است، شاید پس فردا، شاید بعد از آن، شاید بعد از آن، مهم تا شب عید یکی از این شبها شبهای قدر هستند. و حکمت الله این است که میخواهد تمام این شبها را شما شب زنده داری کنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در دهه آخر یا در 21 یا 23 یا 25 یا 27 شبهای قدر هست، شما باید آنها را پیدا کنید. و اگر تمام این دهه آخر را انشاءالله با برکت پروردگار، با توفیق پروردگار ما با عبادت سپری کردیم، انشاءالله شب قدر برای ما نصیب می شود. و شب قدری که الله میگوید خیرون من 1000 شهر، شما یک شب عبادتی کردهتان بهتر از 1000 ماه است. و یک دقیقه که عبادت میکنید تقریبا برابری 50 روز است. یک دقیقه در شبهای قدر وقتی سرت در سجده هست به الله عبادت میکنی، میگویی من این همه روزها قدر تو را ندانستم، من این همه روزها همان گناهی که باید عبادت میکردم عبادتت نکردم، گویا که 50 روز تو سرت در سجده بود. و از این هم زیادتر چه مژده برای ما لازم، و از این هم زیادتر چه خبری خوش یا گفتیم چه سیوینج برای ما لازم است. امام مالک میگویند وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم امتان گذشته را به یاد می آورند و میگویند چقدر عمر طولانی داشتند، دور و دراز، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 900 سال، امتی من باشد 70 و 80 سال. الله گفت نه، من برای امتی تو شبی را می دهم که فقط یک شب برابر 84 یا 83 سال است. پس عزیزان بیاید از بحر دنیا و اهل دنیا در این شبها گذریم. بیاید فکرهای خود را هم از بحر دنیا گذشتن، فقط علاقه را کنده کردن، و بیاید پس از رمضان
صحبت رو ادامه میکنیم. گفتن نه، ذهن خود رو، قلب خود رو هم پاکیزه کنید. هر باره که به ذهنتون درباره آدم و فرزندان آدم فکرهای بد می آید، یا هر باره که به ذهن شما درباره دنیا و نقشه های دنیوی از خوردن و پوشیدن و ساختن به پیش نظر می آید، نقشه ها رو بگوید من این شب چند بار سبحان الله می گویم، من این شب چند دقیقه در سجده می ایستم، من این شب کدام سوره رو با تدبر می خوانم، من این شب کدام گناه دارم که فقط من می دانم. او را به الله می گویم و او با خبر است و الله دوست می دارد اظهار پشیمانی را، الله دوست می دارد اعتراف کردن را. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. می گوید الله، آدم وقتی که به پروردگار سخنهای را گفت که پر از توبه بودند و گفت من پشیمانم الها، من شرمندم، نگفت این تقدیر بود، نگفت این شیطان رو تو آفریدی او مرا گمراه کرد، نگفت نه، گفت من توبه میکنم، من پشیمانم. الله میگه فتاب علی، من او را بخشیدم. بیاید بگویم من از کدام گناه هم امشب توبه میکنم، من از کدام اون شرمندگی هایی که خودم در نزد پروردگارم کردم و پروردگار روی راست صحبت میکنم و میگویم خدایا مرا بخش، اون گناه هم در خاطرم هست و البته در نامه اعمالم هست و تو شاهد بودی. بیاید نقشه ها رو به عبادت کشانیم و یقین بدانید، یقین بدانید پس از رمضان شما همون انسانی که پیش از رمضان بودید آنگونه بیرون نمی آید. شما در حقیقت تغییر می یابید و انا همین تغییر یافتن را الله از من و شما می خواهد و انا همین تغییر یافتن را ما در سنت پیامبر می بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تغییر یافتن، برای توبه کردن، برای از گناه ها و آلایش های قلبی و زبانی و ذهنی پاک شدن چگونه این 10 روز را سپری می کردن، چگونه این 10 روز را با عبادت الله یگانه سپری میکردن. البته که نخورده نمی شود، خواب نرفته نمی شود، با نزدیکان صحبت نکرده نمی شود، ولی اینها باید به اندازه کمترین یا گفته مینیموم فراید تا اینکه ما عبادتمون در بالا باشد و زینهار که از بحر تلفن براید. آره همه جا جنگ و جنجال است، دنیا رو ناآرامی فرا گرفته است، ولی از دست من و شما چی می آید؟ از دست من و شما دعا کردن، از دست من و شما عبادت کردن. اون چیزی که از دستتون می آید اون رو بکنید، اونی که از دستمون نمی آید حسرت اون رو خورده و برکت این شبها رو از دست دادن، این کاملا احمقی می باشد. اما درباره دعاها که انشاءالله در شبهای قدر دعاها اجابت هستند و شبهای قدر شبهای نوشته شدن تقدیر 1 ساله است. عزیزان خواهش میکنم بیاید درباره برای یهودهای لعنت شده امروز که میخواهند خون مسلمان ها را بریزانند، برای اهل دولت یهود و اسرائیل، چه یهودی بخارا باشد، چه یهودی روس باشد، چه یهودی اروپا و امریکا باشد، دست برداریم و بگوییم خدایا لعنتشان کن، نابودشان کن و بیایید دعا کنیم که پروردگار صف مسلمان ها را برابر گرداند. این قلب هایی که با هم اختلاف دارند، این ذهن هایی که با هم بدبینی دارند، این ها رو خودش تألف کند، به هم پیوندد، ما قوی شویم، برابر شویم. پس از آن که مقاومت خود را نشان دادیم بگویم الها ما آنچه از دستمون آمد کردیم، بقیه نصر از طرف تو است، نه اینکه کار نکرده فقط دعا کنیم. و البته که در حق خواهر و برادران تاجیک که در همه گوشه و کنارها از دست ظلم گریزان هستند، دعا کنیم که پروردگار سر آنها را بالا کند، با عزت خود آنها را عزیز گرداند، اصلا سر ما را در نزد دشمنان خود خم نکند. همیشه با عزت خداوند عزیز باشیم، همیشه با قوت الله قوی باشیم و این شبها را آنی که صاحب عزت و صاحب قوت هست با راز و نیاز همراه او گذرانیم، نه بیماری، نه مشکلی ها، نه خواطری ها پیش راهی عبادت ما را بگیرد. الله برایتان عبادت نصیب کند که خودش از آن راضی باشد و شما هم از خود راضی باشید و برای ما هم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.